بیماری تب برفکی در گوسفند و دام سبک بیشتر مشکلات رو، خصوصا این ستوان، بره ها رو درگیر میکنه و مشکلات زیادی رو برای بره ها ایجاد میکنه. مهمترین راه‌های درمان بیماری تب برفکی، یک، استفاده از داروهای غیر استروئیدی مثل فلونکسین هست. دو، استفاده از آنتیبیوتیک های مثل پنیسیلین و اکسیتتراسایکلین برای جلوگیری از بیماری های ثانویه باکتریایی که روی زخم های باز ناشی از تب برفکی ممکنه مشکلاتی رو ایجاد کنند استفاده بشه. سه، یک سری الکترولیت هایی رو به عنوان آبرسان داخلی استفاده میکنیم و یک سری محلول های ضد عفونی کننده بر پایه یود میتونه روی زخم ها اثر موضعی مناسبی داشته باشه. همینطور یک سری اسپری هایی رو برای زخم های دهانی و زخم های سم و سیستم پستانی قابل استفاده هست که اینها کمک میکنه به درمان زودتر. یک سری داروها و مکمل‌هایی برای تقویت سیستم ایمنی میتونه به اصطلاح کمک کنه به درمان زودتر و به موقع این بیماری در صورت بروز. انشالله که درگیر این بیماری نشید، پیشگیری کنید. پیشگیری مقدم بر درمان هست. راه‌های پیشگیری رو هم که قبلا خدمتتون عرض کردم.